سلام، اینجا اوربیتاله. من البرز هستم. ما اومدیم براتون داستان بگیم. از چی؟ از خود. پس بریم بگیم. ببینید این داستانه در مورد چیه و چرا ما اومدیم در مورد خودمون براتون داستان بگیم. مجید، اوربیتال یعنی چی؟ اوربیتال یعنی خودم. اوربیتال یعنی درون ما. اوربیتال یعنی که هرچی از درون میاد همون بیاد بیرون بقیه استفاده کنه. این تعریف هم از اوربیتال. تعریفی که ما از اوربیتال کردیم تو قبل این بود که کارهایی که انجام میدیم، مجموع فعالیتایی که میکنیم، اون دایره افکاری که داریم که مدام و مستمر تو ذهنمون میاد و توی رفتارمون حادث میشه و بروز میده که ما به احتمال 90% به بالا به اون خوشحالی درونی که میخوایم برسیم، اون خوشحالی درونی که مال ماست میرسیم. تعریف جدید من اینه. من گفتم 90% به بالا باعث میشه که ما خوشحال بشیم و حالمون خوب باشه، ولی این دفعه میخوام این تعریف جدید رو ارائه بدیم. 90% به بالا ما متناسب با حال خودمون و ظرفیت وجودی خودمون خوشحالیم، نه اینکه بقیه تعریفشون از خوشحالی چیه. من یه تعریفی از خوشحالی و شادی دارم و رضایت درونی که با تو فرق داره. از اوربیتال من، اون فضا و محدوده من، اون اتمسفر من میگه که تو این کارا رو بکنی به احتمال 90% به بالا همیشه رضایت درونی رو داری. روزگار سختی و مشکلات و اینا همه هست، همیشه هست، ولی تو باز رضایت درونی داری. یه چیزی رو که ما ایرانی‌ها معمولا استفاده نمی‌کنیم یا کم استفاده می‌کنیم اینه که از داشته‌هامون لذت نمی‌بریم. از دیدگاه من اوربیتال باید این رو درون هر فرد ایجاد بکنه و ایجاد میکنه. مثلا رسالتش از دید من اینه که آقا از داشته ها لذت میبری، از چیزی که داری لحظه رو دریاب، این چایی رو دریاب، این کنار هم بودن رو دریاب. در زمان حال زندگی کردن رو بایستی یاد بگیریم و یاد بدیم. اگر این اتفاق بیفته خیلی حالشون خوب میشه، بالای 90%. اون هدف اوربیتال محقق شده. مارموزه نمیشه. نگه بید دارم بکنم اگه اینجوری که به عنوان پویسن آره میگیره. ماجرای این اتفاقایی که ما انجام دادیم، اتفاقاتی که برامون افتاد، افکاری که تو خودمون پرورش دادیم و درونی که عوض کردیم و تبدیل شد به دنیای بیرونمون رو میخوایم براتون بگیم. میخوایم بگیم که چه کار کردیم که حالمون خوب شد. نباشه ما از خودمون بگیم، نه از این صحبت ها و حرف های انگیزشی زرد صحبت میخوایم بکنیم که آقا انگیزه الکی بدیم، نه اینکه خیلی ناامیدانه صحبت میکنیم. ما فقط داستان خودمون میگیم. هر کس دوست داشت بشنود و قطعا تأثیر میگیره. هر کی هم دوست نداشت که خب سر سلامت. هر کی هم دوست داشت اون سابسکرایب رو میزنه و ادامه رو میبینه، دنبال میکنه و ما در ادامه اتفاقات جالب و هیجان انگیزتری رو با شما به اشتراک میذاریم. بس با ما باشید. مرسی ازتون. مرسی.